وقتی که میخوان به یک نفر یک عضوی رو پیوند بزنن، یه عضوی رو پیوند بزنن به یه نفر، چون میدونین که وقتی که مثلا کلیه به یه نفر پیوند، قلب یا هر عضو دیگه رو به یه نفر میخوان پیوند بزنن، ممکنه بدنش نپذیره، اون عضو جدید رو نپذیره، بعدا ممکنه پس بزنه. در این گونه مواقع برای اینکه مطمئن بشن که جراحی خوب انجام میشه، میدونین چیکار میکنن؟ هورمون‌های استرس تزریق میکنن به اون آدمه. چرا؟ سیستم ایمنیش قطع بشه. سیستم ایمنی چجوری خاموش میشه؟ با هورمون‌های استرس. وقتی ما ترسیدیم قطع میشه، از صبح میشیم حالمون خوبه، با یه خبر منفی، با یه خبر ناراحت کننده، با یه خبر ترسناک، حالمون بعد اون روز خراب میشه کلا، اون روزمون خراب میشه کلا. نباید بذاریم این اتفاق بیفته، چون وقتی که دوچار اون حالت میشیم این مکانیزم فعال میشه، سیستم ایمنی قطعه، احتمال ابتلا به بیماری افزایش پیدا میکنه.